تاکید میکنم که بچه هایتون فرزندانتون به راسته علم بفرستید، بچه ها را ویل نکنید و بچه پسر باشن یا دختر جوانن تجربه ندارن لغزش میخورن دچار اشتباه میشوند و شما فرزندانتون سرپرستی کنید، پدری کنید، مادری کنید برای فرزندان و اونها را با خود همراه کنید و داشته باشید و مواظبشون باشید که دچار خطا نشه. این موبایل ها دست همه موجودن، دختران و پسران. اگر من و شما غافل باشیم پسر لغزش میخوره، دختر لغزش میخوره و یک چیز با اشتباهی میکنن که جبران ناپذیر میشود، بعد نقصان پیدا میشه.